سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید از چنل خودتون. ما تو این ویدیو اومدیم بهتون یه چند تا موومنت خفن یاد بدیم که انمی نتونه شما رو ببینه و شما راحت تر بتونید انمی ها رو بزنید و خیلی نکات مهمی توی این ویدیو داریم، پس تا آخر حتما بشین و ببین چون به دردت میخوره و اگه مشکلاتی هم داشتی احتمالا اونا هم برطرف بشه توی این ویدیو. قبل از اینکه بریم سر ویدیو حتما لایک و سابو بزن و یه نکته مهم که بچه ها به من گفته بودن، میگفتید که صدات یکم بد میاد. مشکل صدا رو تقریبا حل کردم، حالا حمایت هم کنید که یه میکروفون جدید و خفن بگیریم و بهتر بتونیم صدا رو ضبط کنیم. ولی اگه الان که صدا رو حل کردم مشکلشو، ولی اگه یکم صدام بد بود حتما منو ببخشید، من سرما خوردم. و اینکه بریم سر ویدیو. اولین کاری که باید بکنیم این نکته رو باید یادمون باشه. میایم توی ستینگ تنظیمات، میایم توی تنظیمات بیسیک، ما میخوایم توی بتل این کار رو بکنیم. توی مولتی هم همشون جواب میدن. خب حالا توی مچ میگم کدوماشون توی مولتی بیشتر جواب میدن. میایم توی بیسیک، اسلاید هینت رو آن میکنیم. توی ویدیو تنظیمات بیسیک بهتون گفته بودم اسلاید هینت رو حتما آن کنید. اسلاید هینت رو آن میکنیم، به ما کمک میکنه که اسچینمون نشینه. بعد میایم پایینتر always sprint رو حتما آن میکنیم. اگه بچه ها میخواید صدا پان ندید، بعضی موقع ها یواش برید، یواش را برید، ندوید تو کالاف سنسیتیویتی اینو تا 60 تا 70 ببرید. ولی اگه میخواید فقط بدوید و موومنتاتون خفن باشه سنسیتیویتی رو روی 100 بذارید بهتره. خب بریم توی مچ بهتون آموزش بدم. خب بچه اومدیم توی مچ و توی مچ بهتون الان میگم با شاتگان اومدیم که راحت تر بتونیم اسلاید جامپمون و موومنتمون رو انجام بدیم. خب اولین رایت که هست، اولین موومنتی که هست، یه چند تا موومنت بهتون یاد میدم الان. اولین موومنتی که هست اینه بچه ها، شما موومنت بک، موومنتی که به عقب میره، چی کار میکنید؟ اینو چجوری میزنید؟ به عقب موومنت اینجوری. خب این موومنت رو باید اینجوری بزنید، مثلا خلاف جهت انمی داره، فرض کنیم داره این انمی داره جلو میاد، ما خلاف جهت این اومدنش میایم و انمی گیج میشه و فکر میکنه که ما ندیدیمش و میخواد بعضی موقع فرار کنه و بعضی موقع هم برعکس راش میده، فکر میکنه داریم از رو در رو بهش راش میدیم و اینجا اسلاید میزنیم و یه شاتگان میزنیم و اون برنامه‌شو اونجوری میچینه. ولی ما برنامه‌شو خراب میکنیم، میایم از جلو یه شاتگانمون رو میکشیم، یه اسلاید به عقب، یه دونه شات. اینجوری فکر کن داره اون انمی داره میاد، یه اسلاید جلو، یه شات، یه اسلاید جلو، یه شات. اسلاید رو به عقب اینجوری میزنیم، میری جلو یه اسلاید میپیچی عقب، میری جلو یه اسلاید میپیچی عقب. این اسلاید عقب اینجوری. خب من اینو گذاشتم اسمشو خودم میگم، همیشه بهش میگم موومنت عقبی، موومنت عقب مونده تقریبا. خب حالا موومنت دوممون چیه؟ موومنت دوممون اینه، مثلا انمی داره از رو در رو داره میاد، خب شما اسلاید نزنید، اصلا جامپ نزنید، همینجوری برید یه دونه بزنید، همینجوری. خیلی عالی. اونا دارن برنامه ریزی میکنن که تو قرار اسلاید بزنید، چون همه اسلاید میزنن راش میدن، اینجوری اسلاید میزنن راش میدن به همه. انمی هم همین برنامه رو میچینه. دیدید بعضی موقع باتا اینور اونور اینجوری میشن، نمیتونیم بزنیمشون چون برنامه‌مون اینه که اونا اسلاید میزنن و ما نمیتونیم بزنیمشون. برای اسلاید برنامه ریزی کردیم. شما هم وقتی میزنید برای اسلاید زیاد برنامه ریزی نکنید. خب اینجوری ببینید میریم جلو،
یه دونه اینجوری، یه دونه اینجوری، یه دونه. میای از این جای انمی، از این ور انمی میای رد میشی، از این ور انمی میای رد میشی، به این ور یه دونه میزنی که ماشاءالله تیرامون نمیخوره به انمی. این سیزن بازم اتچمنت ها خراب شد. این اتچمنت بازم وان شات تر از اون یکی اتچمنت هاست. اون یکی ها رو تست کردم اصلا نمیزنن. خب این از این موومنت. حالا این یه دونه موومنت دیگه هست. اول بریم یه فان موومنتی بهتون یاد بدم. این موومنت خیلی فانه. بریم یه دونه نید بکشیم. نید فرقی نداره چه نیدی باشه. خب بچه ها اینجا ما میشینیم یواشکی میریم جلو. موقعی که میخوایم پاشیم میشینیم یواشکی میریم جلو. موقعی که میخوایم پاشیم میشینیم یواشکی میریم جلو. بعد دکمه میشینیم یواشکی میریم جلو بدون اینکه اینو برداریم. موقعی که میخوایم پاشیم اینو میزنیم. موقعی که میخوایم پاشیم اینو میزنیم. نشد انگار تو این چیز تو این سیزن 11 حذف شد اون موومنت، یا اصلا من نمیتونم بزنم، ولی میشد راحت تر میتونستم بزنم. حالا یه موومنت دیگه ای هم هست. اون موومنت چیه؟ میایم اینجا یه دونه میزنیم اینجوری. انمی داره از جلو بهت راش میده، تو میری کنارش یه دونه میزنی. حالا یه چند تا انمی هست که باید اونا رو با 2 تا بزنی، در بیاری شاتگان تو 2 تا بهشون بزنی اینجوری. یه دونه نشد، دوباره میایم جلو میپریم. اصلا اسلاید نزنید، بپرید ولی اسلاید نزنید. بپرید ولی اسلاید نزنید. حتما اینو آویزه گوشتون کنید. وقتی انمی داره خیلی اسلاید میزنه، اون برنامه ریزی کرده که تو اسلاید قراره بزنی و اونم اسلاید میزنه باهات که تو رو هدشاتت کنه. ولی تو اصلا اسلاید نزن، بپر بزن تا جایی که میتونی. اصلا اسلاید نزن اینجوری. حالا اون کسی که فکر میکنه تو اسلاید نمیزنی، حالا اینو میتونی برنامه ریزی کنی که چجوری انمی میفهمه. حالا چجوری میفهمه؟ حالا ما چجوری بفهمیم که اون میخواد اسلاید بزنه یا اون میدونه که ما میخوایم اسلاید بزنیم؟ از مدل راش دادنش، مدل موومنتش. وقتی موومنت انمی خیلی اسلاید خیزه، تو اسلاید نزن. اون فکر میکنه تو داری اسلاید میزنی و میخوای اسلاید بزنی. و وقتی هم اونجوری راش میده بهت با اسلاید و جامپ و کلی موومنت و اونجوری بهت راش میده، تو اسلاید بزن. در اون صورتی که بری پشت یه کاور اینجوری، مثلا این یه چیز بزرگیه، من انمی داره از اونجا بهم راش میده، من از اینجا یه موومنت میزنم، اینجا انمی راش داد یه دونه میزنم. همین. حالا از کجا بفهمیم انمی فکر میکنه که ما اسلاید جامپ نمیزنیم؟ اون اسلاید جامپ اصلا نمیزنه، اصلا اون موومنت نمیزنه و بیشترم اونجور انمی ها گان میکشن. حالا با گان چجوری بزنیم؟ با گان اینجوری بزنید. میایم اینجا یه گانی میکشیم. بیا انمی. وقتی انمی دیدی داره خیلی موومنت میزنه، وقتی دراز بکشی موقع زدنش مثلا داری میزنی، تو دیدی داشت موومنت میزد، زود دراز بکش و بزنش. همینجوری انمی رو گیج میکنی، یعنی انمی رو هک میکنی مغزشو و نمیتونه تو رو بزنه. ولی خیلی زیاد دراز نکش. دیدی یه دمیجش توی حالت دراز کشیدنت زیاد شد، زود پاشو یه
جامپ، یه اسلایدی بزن، اسلاید جامپ بزن، بعد دوباره انمی رو بزنی. یعنی تو دراز کشیدی داری انمی رو میزنی، دراز کشیدی داری انمی رو میزدی، دیدی زدت، اینجوری اسلاید بزن، بعد برو اونور انمی رو بزن بکشش. اینم از این آموزش. حالا یه آموزش دیگه هم هست، اینجوری باید موومنتش اینجوریه فکر کنم، زیاد کاربردیه ولی زیادم نه. همون موومنت اولی که بهتون گفتم اون خیلی خیلی کاربردیه و با اون راحت تر میتونید انمیا رو بزنید، چون انمی رو میای مغزش رو رگ به رگ میکنی، گیجش میکنی، بعد میزنیش. حالا وقتی دیدی، این یه نکته مهم، خیلی خیلی مهم، حالا وقتی دیدی انمی با شاتگان داره تو رو میزنه، 2 تیر شاتگانت، مخصوصا توی آلکاتراز این خیلی به دردت میخوره، 2 تیر شاتگانت بهش خورد ولی دمیج شد، شاتگان رو بذار کنار، زود رایفلی چیزی بکش که بزنیش. شاتگان رو بذار کنار، رایفل رو بکش، دراز بکش، زود بزنش، بعد پاشو برو لوتش کن و حالشو ببر. انمی مغزش رگ به رگ میشه. حالا چی کار کنیم؟ چجوری خط بگیریم؟ این یکم روش بدیه. چجوری حالا خط بگیریم که انمی فکر کنه ما خط نگرفتیم و فوش نخوریم؟ به زبان ساده فوشمون نده. میای اینجا داری میبینی که انمی داره میاد، انمی که اومد تو اینجوری نزن، تو یه اسلاید بزن، یه دونه بزن، اینجوری اونجوری فکر نمیکنه. حالا اگه مهم نیست انمی فکر کنه تو داری خط میگیری یا کم میکنی، اون مهم نیست، ولی اونجوری بزنی راحت ترم شاید بزنی، چون وقتی مثلا تو داری اینجا کاور شات میزنی، اینجوری میزنی، این دیگه خز شده، انمی میفهمه که تو میخوای اینجوری بزنیش، انمی زود میفهمه که تو میخوای اینجوری بزنیش. تو اینجوری یه اسلاید خفن بزن، خیلی درازی بزن و جامپ نزن، اصلا اسلاید جامپ نزن، فقط اسلاید بزن که انمی خودش اسکینت خودش پاشه و انمی کلن اونجا فکر میکن که این کجا رفت، این غیب شد، این اومد و رفت، اصلا ندیدمش. اونجوری میشه انمی و مغزش رگ به رگ میشه و نمیدونه کجا بره. خب اینم از این آموزش. اگه مشکلات زیادی داشتید توی موومنت و اینا و اگه آموزش های خفن جدید میخواستید، حتما توی کامنت ها به من بگید و حتما براتون میذارم آموزش های جدیدو. و اگه از گیم پلی هم خوشتون میاد براتون بذارم و برنامه های خفن و DNS های خفن اگه میخواید. DNS های خفن هم منظورم اون نیست که مثلا پلیر بدی باشیم و بعد بریم DNSی بزنیم که پینگ طرف بیاد بالا، نه، اون از اون DNS ها نه. مطمئنم که همتون میدونید، الانم پینگ منم رفت بالا، مطمئنم همتون میدونید که کالاف موقعی که میخوای استارتش کنی باز نمیشه و حتما باید یه فیلتر شکنی بزنی و من بهتون توصیه میکنم، چون تو سیزن جدید اکتیویژن خودش گفته که آقا فیلتر شکن نزن، فیلتر شکن نزنی بهتره به نظر من. حالا اینترنتم رگ به رگ شد و انداخت بیرون، فیلتر شکن نزنی بهتره. و همین دیگه بچه، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید و چنل منو ساب کنید. بای بای.